حویلیم عارفو فایزلو 6 ژانویه سال 1945 در دهه سال 1925 در دهه بیدق جماعت بیدق ناحیه حصار تولد شده. سال 1906 ژانویه سال 1943 به جنگ بزرگ وطنی رفتم. در آزاد کردن اوکراین شهرهای خارکوف، کییو، ژاشکو، ژیتومیر، چیستکو اشتراک کردم. از اینجا با پولشا گذشتیم. شهر وارشاوا رو هم ما آزاد کردیم. همه طریق در سال 1944 در نزدیکی در آمدگاه برلین سخت یارادور شده با گاسپیتال آلتیدم. 2 ماه در گاسپیتال توابت یافته. سال 22 ایون سال 1945 همچون انوالید جنگی بزرگ وطنی گروه یکم با زادگاه هم و ناحیه حصار دهه بلبل چشمه با سربلندی با غلبه برگشته آمده. بعد جنگ چی فعالیت داشته؟ بعد از جنگ بزرگ وطنی چی کارهای؟ بعد از سال 1945 بعد از جنگ بزرگ وطنی آمده در مکتب 8 ساله اون وقتا 7 ساله به نام پاتیومکن همچون فیزروک شده کار کردم. سال 1940 تا سال 1947 سال 1947 48 در ناحیه الماسی اینستروکتور رایکوم کامسوال شده کار کردم. کبیروف بود و وقتا کاتب رایکوم کامسوال. سال 1950 و 51 همچون معلم صنف‌های ابتدایی مکتب مینژینسکی شده کار کردم. از سال 1951 تا سال 1962 مدیر مکتب هم معلم مکتب به نام طلبوخین شده کار کردم. سال 1969 به دهه بلبل چشمه کوچیده آمده. از سال 1969 تا 1985 معلم مکتب نمره 28 دهه بلبل چشمه شده کار کردم. سال 1985 با نفقه برآمدم. حاضر نفقه خور باشم. خانتازان بوا از همون دوره از من گنرالو از مارشالو کیو کتی وا خورده ده؟ من هیچ که وا نخورده باشم. من دو بار ژوکو کتی وا خوردم. من همچون رزویدچی بودم. ما یک کار شایان کردیم که افیسر نمیسه دختر کتی داشته آمده. همه فرانتیمون هیچ پیش نرفت. قریب 2 ماه ما فقط ابران خپیدیم. هجوم کردن نتونستیم. درانده نتونستیم. پیش رفته نتونستیم. همه وای اسکالادوی کلون داشته. اونجا در گرمانیا مستحکم کرده که بدای یاروخ اصلی بسیار آورده بدای پرودوکتی 1 ساله داشته. برای هوای مهون رخنه کرده در آمده نتونستیم. افیسر داشته آوردیم. نزد ژوکو بردیم. ژوکو هوای گاب گرفت. همون اسکالادوی که داشت هم اسکالادوی ترک کردیم. یک بار 40 کیلومتر پیش رفتیم. بابا جان چی مکافات دولتی ها؟ مکافات دولتی یکمین شدم من بدل ژوکو گرفته. 2 بار ژوکو کتی زیارت کرده. خیلی این وایام همشون رسم دا وای هستن. دا صورت هم دا وای هست. همینجا من رسم گرفته بوده. بعد مثال فعالیت آموزگاری ده چه مکافات ها گرفته گه؟ در وقت فعالیت آموزگاریتان باز مکافات دولتی بود؟ علاچی معارف خلقم گرامت دارم. میدلی چی میگون؟ مهنت هم خیلی گرفته گم. از طرف مکتب چند بار راهنمایی گرفته گم. گرامت دارم. حالا سلامتی چی خیله؟ نه سلامتی چی خیله؟ سلامتی خیلی نقضی و چشمان خیره و کمتر گوشم وزد. اکن 93 شدم ده من. حاضر هم بقاطع انشالله خداوند باز نگهبانتان بشود.
از جماعت دیهات ایسار فقط یک شما مانده اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی. یک. میگم همین جماعت یک شما تنها مانده. ما یا ما مانده. یک کسی دیگه هم هست و یک Müslüman. من کامپیوتر ده آی کرده برام در همون چیزای رازویت که فعالیت‌های کاریم در همون چیزی کامپیوتر هول هست دیلم در دادن آورده دستم در دادن. اوکراینا تیمچنکو میگفتیم حاضر باید پرزیدنت است. من در چیز روی کرد مدالو گراماتر روی کرد. بنا کنوزا 72 سالگی من جنگ بزرگی بهتر ایدی بزرگی بهتری ده من دا آورده همین سال ها؟ همین سال من رئیس ویترانو شایکو فاروق علاویدینوف سلامت باشه بابا جان زنده باشه یه همون کس راست ما گرفتم با بیا گفتم یکی آمدم با گفتم خب همه آدم السلام علیکم نفاق گری آمده که نیست زفر پتروویچ این هم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی 120 زدای به ازولایش بکشیده شده گردانه آخوتی کاراتان خدا بخیر گردانه از بالا آفت در فرش دیگه داره کسب کاراتان خدا برکت خدا در وطن فیض برکت